در شهر ترسونزاده دور سومی واکسینه‌گذرانی عمومی بر ضد بیماری‌های سیرویتی از جمله کووید 19 متشکلانه ادامه دارد. از کمک اولیه طبی سانیتری شهر ترسونزاده اطلاع دادند که طبق نقشه باید زیاده از 200,000 نفر ساکنان شهر به واکسینه فرا گرفته شوند. مرحله به مرحله به مؤسسه‌های تندرستی شهر وعده واکسینه وارد گردید و در آینده با در نظر داشت شماره اهالی بسته‌های نوی واکسینه وارد می‌گردد. در تمام مرکزهای سلامتی شهر نقطه‌های امگذرانی نیز تشکیل کرده شده است. همچنین از طرف مرکز تشکل طرز حیات سالم در شهر ترسونزاده همروزه در مؤسسه‌ها و جماعت و دهات کارهای فهماندهی تشکیل و گذرانده می شود. مرکز تشکل طرز حیات سالم در شهر ترسونزاده همروزه در مؤسسه‌های تعلیمی، در کالج و لیسه‌ها، در جماعت و دهات‌ها در همبستگی با مرکز ایمونوپروفیلاکتیک شهر ترسونزاده، مرکز سلامتی شهر ترسونزاده اید ترغیب طرز حیات سالم، پیشگیری بیماری‌های سیرویتی موسمی از قبیل زکام، هپاتیت، بوتولیسم، کرونا ویروس و همزمان با واکسینه بر ضد بیماری کرونا ویروس فرا گرفتن شهروندان کارهای ترغیباتی را به راه ماندند. در عین زمان علم معاصر طب ثابت می‌نماید که سلامتی انسان اساساً 55% از طرز حیات سالم، 18% از حالت محیط زیست و 17% از عامل‌های ارثی وابسته است. تنها 10% سالمی انسان به طبیبان و ساختار تندرستی رابطه دارد. بنابراین در بهداشت سلامتی جامعه نقش اشتراک هر یک شخص از خود اهالی مهم میباشد. گذرانیدن چنین کارهای ترغیباتی و تشویقاتی از طرف کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم در شهر ترسونزاده در دیگر منطقه‌های حدود شهر ترسونزاده من بعد نیز ادامه خواهد یافت. در شعبه آزمایشگاه بیمارخانه مرکزی شهر نیز تشخیص بیماری‌های سیرویتی خوب به راه مانده شده است که همروزه بیماران در اینجا مراجعت نموده بیماری خود را معین می‌نمایند. همین روزا در آزمایشگاه بیمارخانه شهر ترسونزاده تحلیل‌های گوناگون گرفته می‌شود با صفت با کنترل‌های زمانوی از جمله بیماری کووید تشخیص کرده می‌شود با واسطه مالشات. کار در شعبه آزمایشگاه بیمارخانه با صفت به راه مانده شده است. تحلیل با تجهیزات زمانوی نصب شده، تحلیل در مدت کوتاه‌ترین با صفت به بیماران داده می‌شود. متخصصان وابسته به این از تمام شهروندان خواهش می‌نمایند که برای گرفتن واکسینه به مؤسسه‌های تندرستی و دکتر اولیوی محلی زیست خود مراجعت نمایند، چون که سالمی هر یک شخص سالمی جامعه را تامین می‌نماید.